مسئله است که آقای البرت پیخوروف سفیر کبیر جمهوری فدراتیو روسیه در پاکستان طی گفتمان یا مصاحبه‌ای که با تلویزیون با رادیو تاس انجام داد و در نشستی که در پاکستان جریان داشت تاکید کرد که لازم است تا در منطقه صلح منطقوی ایجاد شود و پاکستان از طریق مذاکره و تماس مستقیم با افغانستان دشواری‌های منطقوی رفع کنند و همچنان پرابلم‌ها و دشواری‌هایی که از جانب جامعه جهانی و ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر به ویژه در زمینه انجماد پول‌های افغانستان هستند، اینا رو باید به تدریج رفع شوند و در طریق مذاکرات و تفاهم این سوء تفاهم که ایجاد شده از مدت سالها به این طرف به اصطلاح سنگینی در کشور ما و احساس میشه باید رفع شود. بله. البته آنچه که شما فرمودین حال خدمت شما عرض میکنم که به طور قطع روسیه و کشورهایی که حل دشواری‌ها را از طریق مذاکرات و تفاهم میپندارند در پی ازی هستند تا دشواری‌هایی که در افغانستان ایجاد شده یکی پای دیگه از طریق مذاکرات، از طریق تماس، از طریق تفاهم حل شود. بدون از این کدام راه دیگه نداریم. همچنان ما شاهد از این هستیم که ملل متحد، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی هم که به افغانستان آمدن و همچنان در نشست‌های اخیری که در به نام نشست دوحه بود هم فیصله‌های صورت گرفت که باید از طریق تفاهم، مذاکرات مستقیم و سیاست آرام و مسالمت آمیز و بدون تهدید مسائل دشواری‌هایی که در افغانستان وجود داره با ویژه در زمینه منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های مختلف ملل متحد باید از طریق تفاهم مذاکرات حل شود. البته این گفته سفیر عالم موضع‌گیری روسیه، فدراتیو روسیه در این مورد که شما از ما پرسیدین. موضع‌گیری فدراتیو روسیه همیشه نسبت به افغانستان از اگر ما این را مطالعه کنیم در دورانی که سالهای 1921 وقتی که انقلاب در افغانستان استقلال آزادی خود به رسمیت شناخت، جمهوری اتحاد شوروی وقت اولین کشور بود که افغانستان را به رسمیت شناخت. ما مناسبات بسیار ژرف، عمیق و تاریخی دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی با اتحاد جماهیر شوروی وقت و در پی از او در سال 1990 وقتی که فدراتیو روسیه ایجاد شد داشتیم. همیشه دو کشور با هم مناسبات داشته. فدراتیو روسیه از افغانستان گاز خریداری میکرد و مواد نفتی، مکانیکی، تکنیکی، آسا و بسیار اقلام مهم و عمده طرف نیاز مردم افغانستان از روسیه تامین میشد. و این مناسبات خوشبختانه هنوز هم وجود داره و فدراتیو روسیه نخستین کشوری بود که مناسبات با افغانستان با امارت اسلامی طالبان ایجاد کرد و سفیر فرستاد و سفیر دوباره قبول کرد، حتی به شکل کاملا دیپلماتیک رسمی بر بنیاد به اصطلاح کنوانسیون مشهور ویانا یا اتریش اعتمادنامه را شخص رئیس جمهور پذیرفت و اعتمادنامه سفیر در افغانستان امیدوار هستم که به زودترین فرصت هم از جانب مسئولان امارت اسلامی پذیرفته شود و سوء تفاهم رفع شود.